السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا کنه که روز اول عید با خوبی و خوش آغاز کرده باشین. امروز روز اول عید است، روز یاد بود از فقرا هست، از شکمای گرسنه است. روز گوشت با تک نیست. دوستای عزیز کوشش کنین که شکمای گرسنه سیر شود. کسایی که کمک میکنه به دیگران به آرامشی که میرسن، او آرامش بدون هیچ قیمتی هست. با ارزشتر از همه چیز کسایی که کمک میکنن اونا با آرامش رسیدن میفهمن چی میگم. یک موضوع دیگر هم میخوام امروز شریک کنم، این است که همراه انسان ها کوشش کنین که در حال حاضر در تعامل باشین. منظور از این چی است؟ نگذارین پروفایل ترسیم شده از یک فرد در ذهنتان باعث شود که یک انسان قضاوت کنید. انسان ها همیشه در حال تغییر هستند. در یک لحظه انسان شخصیتش تغییر میکنه. فرضاً یک انسان بودی، مثلا فرض کو که اشتباهات زیادی داشتی و مردم اطرافت از تو با خبر بودن. یک شب باعث شد که تو خدا تغییر بدی، یک لحظه باعث شد تغییر بدی خدا. حال چطور میتونی که امی شناخت خدا از ذهن مردم دور کنی؟ خیلی مشکل است، نه؟ پس امی کار خودت نکو عزیزم، امی کار خودت نکو. امرو انسان ها زمانی که رفتار میکنی از تصویر یا از برداشت شخصیتی قدیمی خودت از اون نفر استفاده نکن. نگذار، منظور نگذار که او تصویر باعث شود که یک انسان قضاوت کنی. بیاین که در حال حاضر زندگی کنیم، به هر کس چانس بدیم. هر کس امکان داره که همون لحظه‌ای که صحبت میکنه واقعا منظورش از همون صحبت باشه، منظورش از همون رفتاری باشه که نمیشه که بگیم الان نه تو خیلی یک آدم بدی، تو قابل اعتماد نیستی، قابل باور نیستی، چون تو خیلی اشتباهات داشتی. اشتباهات که از اصل زندگی هست، بخشی از پروسه رشد هست عزیزان. اشتباهات یک نفر، هر کسی که هر قدر اشتباه کرده بفهمین که او به پختگی میرسه. ما از اشتباهات درس میگیریم. به این که کسی که اشتباهات میکنه او را فقط اشتباه ببینیم، بخشی از پروسه رشد انسانی ببینیم، نه ای که او را برچسب بدیم به شخصیت یک نفر. دیگه خدا کنه که ازا منظور ما را گرفته باشین. وقت خوش براتان میخوایم، روزای خوب و خوش براتان آرزو میکنم. به این که مثبت باشیم، به دیگرها فرصت بدیم، به هر کس فرصت بدیم. اما قسمه که خودت تغییر میکنی و توقع میکنی که تمام اجتماعیت تو را به دید جدید ببینه و از برداشت های قدیمی خود با تو قضاوت نکنه، همین کار خودت شروع کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.